دلت میخواد بدونی فردا چی در انتظارته؟ یکی هست که با آرامش کنارت میشینه و همه چیزو برات روشن میکنه. فال قهوه، تاروت، طالع بینی، زنده و رو در رو توی گوشی خودت. یه گفتگوی گرم و دوستانه با بهترین انرژی خوان‌های فارسی زبان. سارین فال، جوابهات منتظرتن. درود و نور به همه شما یاران نوری و ستاره‌ای خودم. روح‌های آگاه من، حالا احوال دلتون چطوره؟ امیدوارم که همگی خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان خوش اومدید به کانال خودتون و یک انرژی خوانی زیبای دیگه. امشب در خدمتتون هستم. انرژی های مثبتی رو با جهان هستی رد و بدل کنیم و امیدوارم پاسخ نیت هاتون رو به عالی ترین نحو دریافت بکنید. نیت کنید دوستان. ببینیم که پیام های امشب برای شما دوستان من چی هست. اسم خودت رو زمزمه کن، نیتت رو زمزمه کن. ببینیم که جهان هستی چی میخواد به شما بگه. خب بیایم اینجا دوستان. یک موضوع مهم توی زندگی شما در حال چند شاخه شدن هست. یعنی یک موضوعی هستش که انگار بین حالت اینکه دلم میخواد اینو انجام بدم و اینکه باید این کار رو انجام بدم یه خورده داره براتون اینجا تناقض دیده میشه، ولی من میبینم شما بهترین راه و مسیر رو خودت انتخاب خواهی کرد و رو به جلو خواهی برد. ببینید انگار دو نفرید که دارید یک ارتباطی رو با هم حالت پنهانی شکل میدید یا دو نفر نزدیک شما هستن یک ارتباط عاطفی رو دارن پنهانی شکل میدن، ولی کمتر از یک وعده هر کدومتون هستید یه جورایی فاش شدن رو خواهد داشت. میگه قلبت منتظر یه خبره، قلبت منتظر یک اتفاق شاده که این ستاره کوچیک که بالای قلبت هست میگه حاجت روایی خواهی داشت. قلبت روی آینده نزدیک خوشحالی به امید خدا داره. انگار که نامه‌ای هست که باید 2 تا امضا بشه یا 2 تا مرحله رو باید طی بکنه. هر چیزی یک پرونده است، یک موضوع اداری، کاری، حقوقیه که از 2 مرحله باید عبور کنه تا به اون نتیجه برسه. یک قسمتش مربوط میشه به یک نفر که 3 نام هست و یک قسمت دومش هم مربوط میشه به یک الف نام یا ز نام. ولی در حال عبور، پلکان کوچیکی افتاده، در حال رد شدن و عبور کردن هست. انگار که داره بارون میاد کنار پنجره شما. هم شادیه، هم تو زمینه عاطفیتون میتونه ایشالله یک خبر خوش باشه، یا موضوعی که توی زمینه عاطفیتون مدام عقب میفته یا در موردش صحبت نمیشه بخواد بالاخره به لطف این بارونی که داره میاد از اون بی‌تفاوتی بخواد مسیر رابطه عبور بکنه. ببین عزیزم، میگه زمان، ساعتی که دور دستت هست، انگار از این زمان داره نور میاد. یعنی میگه حواست به ساعت، به زمان، به روزهایی که داری هدر میدی باشه. حتما با یک هدف رو به جلو برو و یک زمان طلایی برات افتاده طی 9 روز آینده، بین 9 ساعت تا 9 روز آینده من یک زمان طلایی خیلی قشنگ دارم برای شما میبینم. به خصوص اگر توی اسمت ف هست، ه هست، د هست، برای شما پررنگ‌تره، یا کسی که یه دونه از این حروف توی اسمش هست میتونه براتون کمک کننده باشه. یه جور ساختن آروم، چیزهایی رو داری آروم آروم برای خودت میسازی. حالا آرزوت، رویات، خواستت، داری خونه میسازی، کارتو داری میسازی، هر چیز روندش آروم ولی در عین حال مطمئن و پرشور هست. میبینید انگار یک کوزه سفالی بخواد از دل خاک بیاد بیرون. میتونه مربوط به یک عتیقه باشه، ارث و میراث باشه، یک یادگاری خیلی قدیمی باشه. اصلا انگار روش یه سری نمادها هست.
مثل اینکه مثلا روش یک جمله جادویی نوشته شده باشه این حالت، ولی هر چیزه ارزش مالی به شدت بالایی رو داره. اگر هم شغلتون کشاورزی هست دوستان، میگه اون چیزی که کاشتی انگار 2 برابرش رو درو میکنی. کلا برای عنصر خاک خیلی داره فراوانی اینجا دیده میشه. ببین انگار یه وقتایی جلوی آینه می ایستی و احساس میکنی حالا روند سن رفته بالا، مثلا توی صورتم چین و چروکای کوچیک افتاده، یا یه وقتایی داری جلوی آینه خودتو با یه نفر دیگه مقایسه میکنی یا میگی چرا برای فلانی این اتفاق افتاد برای من نیفتاد. ببین عزیزم، میگه همه آدم ها دارن سختی رو رد میکنن، سختی رو طی میکنن تا به اونجایی که بالاخره باید برسن. برای تو هم همینطور هست. تو هم در حال قد کشیدن و رو به بالا رفتن هستی. یک گل تنهایی که خودش داره رشد میکنه و میاد بالا. 100% خودتونید دوستان. شما رو داره شبیه یک گل نشون میده که داری حتی اگرم تنهایی، چه به لحاظ قلبی چه به لحاظ روحی، داری رشد میکنی و میای بالا. یک خبر خوب رو داری بین یک روز تا یک هفته آینده. یک مقداری بهش اضافه کنیم. خب بیایم اینجا. ببینید دوستان، داره به شما میگه یک موضوعی از تو یا دور شده، یک نفره، یک موضوع، یک اتفاق یا یک شرایطیه که فعلا به بنبست خورده، ولی انگار همون حالت یا همون آدم داره سراسیمه میاد به طرف شما. یه جورایی که انگار پشیمون هست، انگار بخواد بیاد چیزی رو جبران کنه یا حق مطلب رو بخواد روی یک موضوعی ادا بکنه. بالاخره داره بهت میگه توی کارت یه تغییر کوچولو هست. مثلا شاید سمتت تغییر پیدا بکنه، کارت تغییر پیدا بکنه. یه تغییر کوچیک هست که خوبه، چون چند نفر دیگه اینجا انگشت به دهن موندن که چطور مثلا شما تونستی این حکم رو بگیری، چطور تونستی این بالا رفتن رو داشته باشی. دوستان برای عده‌ایتون تو حیطه کاریتون یک آشنایی عاطفی صورت میگیره. حالا یا تو همون محل کار هست یا اینکه کسی توی محل کارتون بخواد شما رو معرفی بکنه به یک نفر، به یک جا. براتون هم خوب افتاده اتفاقا، خوب و روشن هست. یک همکاری کوچیک و جدید داره براتون دیده میشه که خوب هست، به خصوص با فردی هم که خیلی آرومه و خیلی کم صحبت میکنه، یا اسمش با م شروع میشه یا فامیلیش با م شروع میشه. هر کدومش هم هست عالیه. ببین یه وقتایی احساس میکنی اونی که دوستش داری به تو خیلی علاقه نداره. یعنی یه وقتایی توی ذهنت میگی این آدم عمرن منو دوست داشته باشه، عمرن به من علاقه داشته باشه، ولی همین الان هم میبینید انگار درست در کنار شما قرار گرفته. حتی اگر تو فاصله هست با شما، چه عاطفی چه مکانی، انگار همینجا هم در کنار شماست. ببینید یه سری حرف و حدیث ها باعث شده یه خورده بین شما سردی ایجاد بشه، ولی حالت تاریخی هم هست که پاک نشده. یعنی هنوز این رابطه تاریخشو داره، هنوز میتونه این رابطه شکوفا بشه، ولی انگار یک حرفی، یک مطلبی، یک رازی باید بین شما دوتا فاش بشه. یک حقیقتی در مورد رابطه باید گفته بشه و شنیده بشه تا این رابطه به اون عشق قشنگه برسه، چون قلبه یه خورده پایین تر از شما هست. حالا یا یکیتون رو قلبتون پا گذاشتید، یکی به احساساتش پشت کرده، ولی هر کدومتونید الان غمگینید، ولی دوباره رابطتون شکل خواهد گرفت. این یه چیز 100% هست. یه حرفیه که مدت هاست منتظری بشنوی از هر کسی، داره حرف و قشنگ در گوشت میزنه. اگر پدر و مادری هستید که دارید از هم جدا میشید، میگه این فرزندت این وسط بلا تکلیف مونده تفلکی، نمیدونه طرف شما رو بگیره، طرف همسرتون رو بگیره و این بچه خیلی داره اذیت میشه. حالا بین اون بحث هایی که دارید و صحبت هایی که دارید، میگه حواستون به این فرزند هم باشه، چون داره خیلی خیلی اذیت میشه.
ببین یک نفر سوالی رو ازت میپرسه، ولی تو شاید همیشه روی این سوال یه جورایی هیجان داشتی، اصلا انگار منتظر بودی یکی بیاد این سواله رو از تو بپرسه، تو بدهی جواب بدی. ولی انگار وقتی این بار ازت سوال میشه اصلا دوست نداری بهش جواب بدی، که متوجه میشی که چقدر مثلا برات دیگه هیچ چیزایی اهمیت نداره و این چیز خوبی هست. کلمه نعمت، منفعت، نعیم، اسمهای این شکلیه. حالا این حروف بچه ها نه، این، ت، اگر تو اسم یا فامیلتون هست یک خبر خوب مالی دارید که شبیه یک اسبم هست، یعنی خبری که سریعه. اگرم یک دلخوری مالی بین شما و کسی بوده خیلی سریع برطرف خواهد شد. ببینید دوستان، اینجا انرژی یک آدمی هست که درست روبروی شما ایستاده ولی خیلی تو سایه است، یعنی چهرهش واضح مشخص نیستش، فقط انگار این آدم دستی پشت پرده داره، خودش هم سایه‌واره ها، انگار فقط سایش رو دیواره ولی یه دستی هم توی پشت پرده داره. یعنی چی؟ یعنی تمام نیتش رو نمیاد بگه. دشمنم نیست مطلقاً، اسمش یا با ر شروع میشه یا با ن شروع میشه، یا با ر یا ن تموم میشه. ببینید این دشمن نیست، این میخواد انگار یه چیزی رو بگه، از واکنش تو میترسه، یعنی یه جورایی نسبت به شما بنده خدایی خوردم ترس داره و فعلا هم سکوت کرده، انگار منتظره یه زمان مناسب هست ولی میاد و حتما اون حرف رو به شما میزنه. اینجا مثل یک میز شطرنج دوستان، ولی همه مهره ها یه دست سیاهن، یعنی ما اینجا دو سری مهره نمیبینیم که نشون میده یه مقدار سخت هست بخوایم بگیم کی قراره برنده این بازی که روش نیت کردید بشه. روی هر رقابتی که هستید، روی هر بازی که هستید، ببینید نیتاتون یه جوره، چون مهره ها رو یه جور چیندید ولی در ظاهر دارید با هم بحث و کلکل میکنید. میگه سعی کن اینو به آرامش برسونی. این رقابته یه جورایی بیفایده است، یعنی حتی این رقابته، این دشمنیه خیلی قشنگتره که به یک دوستی تبدیل بشه. ببینید از این طرف شکل پنجره است، از این طرف شکل پروانه است، یعنی بهتره که با این آدم دوست باشی. ممکنه این آدم خیلی جاهای دیگه بخواد به دردت بخوره. دو نفر دارن ازت تعریف میکنن یا دارن تشویقت میکنن که کاری رو انجام بدی. میگه خوبم هست اون کاره که دارن هلت میدن که بری، خوب افتاده برات، یه تغییر توی برنامه‌ات یا توی وظایف روزمرت داره دیده میشه که خوب هست برات عزیزم. انگار یه پاکت قدیمی، یه بسته قدیمی بخواد باز بشه. ببینید دوستان، میگه حساب و کتاب هایی از گذشته ممکنه برای شما دوباره باز بشه. ببخشید من امروز یه ذره دوربین بد جاییه هی دستم میخوره بهش. یه چیزی از گذشته است، مثل یه حساب کتاب قدیمی، مثل یه تسبیه قدیمی، همچین حالتی رو دارم میبینم. شاید بدهی هست، قسطی هست، هزینه پرداختی هست، ولی انگار اینو یادت رفته و دوباره این برای شما باز میشه و داره بهت میگه روشم تصمیم عجولانه مطلقاً نگیر. در حال گذر از یک چالشی هستی که خیلی قشنگم داری ازش عبور میکنی، به خصوص اگر حرف ل یا الف توی اسمت هست برای شما پررنگتره. خیلی قشنگ داری از این چالش رد میشی و انگار بعد از این که از این چالش رد میشی دست یکی دو نفر دیگر رو هم میگیری. انگار سفره پهن منتظر یک مهمونی هستید که هنوز نیومده این مهمون. حالا ببینید چه شخصیه که منتظرشید، انگار کنار میز نشستید منتظرید این فرد بیاد ولی هنوز جای خالی این داره دیده میشه. شاید هم این فردیه که فعلا خودش رو از دایره زندگی یا رابطه با شما کنار کشیده ولی همونطور که رفته غیر منتظره هم میاد، چون این جای خالی من میبینم داره پر میشه. انگار یه نفرم کمک میکنه به اون فرد که دوباره برگرده بیاد کنار شما بشینه. بهت میگه همیشه هم نیمه پر لیوان رو نگاه کن، نیمه پر رو ببین، در نظر داشته باش. یک اتفاق خوب بچه ها هست، یک اتفاقی که انگار بخواد بهت ثابت بشه که خدا جهان هستی تو رو فراموش نکرده.
یک اتفاقی هم هست که شاید شاید کوچیک باشه برای بعضیاتون، ولی هر چیز کوچیکی هم ارزش اینو داره که یک بار بخوای با دقت بهش نگاه بکنی. انگار که بخوای استقبال کسی بری، کسی داره برای دیدن شما میاد، این هم یهوییه. امشب اتفاقات یهویی زیاد داریم. یهویی بخواد برای دیدن شما بیاد که شما رو میبینم، هم متعجب میکنه هم خوشحال. میگه دود از کنده بلند میشه. اگر احساس میکنی برای کاری مثلا خیلی خسته‌ای، دیر شده، میگه مطلقاً اینجوری نیست، فقط و فقط خودت تو هستی که میتونی این کار رو انجام بدی، ولا غیر. یک آب زلال داره از این طرف برات جاری میشه، ببینید، ولی انگار که داره از یه جهت دیگه این میاد، مثل اینکه قاشق آدم دور سرش به چرخونه. این حالت انگار که ببین رزق و روزی تو، شانس تو یه سمت دیگه ایه، ولی تو هی داری راههای عجیب غریب رو امتحان میکنی، در حالی که انرژی برکت، پول برای تو به شدت فعال هست. فقط باید اون راه درستش رو پیدا بکنی. راه قشنگش رو میگه خلاف جهت آبم شنا نکن، چون اینجا آب زلاله، لباسهای خودت رنگ روشن هست. میگه ببین چه چیزی باید رها بشه، رها کن، و چه چیزی رو باید تو مسیر روبرو حفظ بکنی. ببینید بچه ها، انگار پیام هاییه که تایپ شده ولی سند نشده، ارسال نشده. حالا یا خودتی یا کسی هست، یه حرف هایی رو نگفتید به هم شماها که انرژیش هم انقدر پررنگه، یعنی انگار تو تلپاتیتون جفتتون حرفای همدیگر رو دارید قشنگ میفهمید، دارید متوجه میشید، ولی هیچ کدومتون فعلا اون حرفها رو نگفتید. یعنی یه جورایی هم شاید دارید ملاحظه کاری میکنید، شاید مثلا نمیخواید اون طرف رو ناراحت بکنید، ولی میگه بعضی حقایق زمانی که گفته میشن، آزاد میشن، انرژی خودت رو رهاتر میکنن، یعنی خودت انگار خوشحالتر میشی، آزادتر میشی، دو بالی رو در میاری. ببینید انگار یک بادبادکی اینجا توی آسمون هست، ببینید چقدر قشنگه، ولی در این حال این بادبادک نخی نداره، یعنی به جایی وصل نیست، خودش داره بین زمین و آسمون به طرف بالا میره. یعنی چی؟ یعنی توی آینده نزدیک زندگیت اتفاقی هستش که بدون اینکه بخوای دو دستی بچسبیش، بدون جنگ، بدون فشار، این اتفاق خودش برای تو رخ میده. یا زندگیت از اون حالت سکون میاد بیرون. ببینید دوستان، شایدم شکل اون اتفاقه با اون چیزی که خودت انتظار داری یه کوچولو فرق بکنه. خب یعنی بگی مثلا من منتظر یه جواب دیگه ای بودم، یه جواب دیگه از جای دیگه است، ولی همون جوابه سرنخ اصلی تو میشه برای اون جواب اصلیت. امیدوارم اینو متوجه شده باشید بچه ها. یه اتفاقی که خود به خود رخ میده و سرنخی میشه برای اون جواب اصلی تو. چه یک کلاهی مثل کلاه جادوگری افتاده، مثل یک شعبده باز به خودت داره اشاره میکنه و چراغ جادویی که درست زیر این کلاه قرار داره. میگه باور کن به انرژی های خودت، به نیروهای خودت، اینکه هر چالشی رو میتونی پشت سر بذاری. انگار داری از یک حالا بیماری سخت، شرایط خانوادگی سخت عبور میکنی، ولی چارچوب روبرو داره برات به شدت محکم میشه. اگر توی ماه تولدتون دوستان حرف میم هست، مثل مهر، مثل بهمن، مثل مرداد، داره بهت میگه که یک اتفاق شخصی رو داری که به شدت برات مهمه، قلب و دلت رو خوشحال خواهد کرد. اگرم ماه تولدت با الف شروع میشه، مثل اردیبهشت، آبان، اسفند، آذر، داره به شما میگه که کسی که ازت دور بوده داره بهت نزدیک میشه، پولی با ضریب 9 هم برات توی راه هست عزیزم. میگه یک تصویری توی ذهنته که دوست داری اون تصویر، اون تصور واقعی بشه. میگه زمانش نزدیک شده، انگار که دیگه زمان تو باشه، نوبت تو باشه. میگه بهت خیلی خیلی نزدیک شده. یک آرزو، یک خواسته قلبی، یک شادی که بخوای به خاطرش هورا بکشی. آمین باشه براتون.
ببین میگه منتظر نباش همه چیز یهویی با هم تغییر پیدا بکنه. همه چیز داره طبق روال جلو میره. برای دوستانی که خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرید، حالا چه عاطفی چه کاری، میگه دیگه سعی کنین و تمومش بکنی. چه خانومی چه آقا، از این شاخه به اون شاخه پریدن زیادش دیگه میتونه باعث سقوط بشه. راهت رو پیدا کن و طبق همون جلو برو. ببین انگار بخوای یک حمایتی رو داشته باشی از فردی. حالا این فرد یا سنی ازت کوچیک‌تره یا یه مقدار شرایطش ضعیف هست. از این انگار بخوای کمکی رو داشته باشی، یعنی نقشه یه بابا لنگ دراز قشنگ رو اینجا برای یک نفر بازی بکنی که مطمئن باش که دارمای نیکش به طرفت برمیگرده. داری نهال درختی رو میکاری، عالی هست. یا اگر گل داری زیاد گلکاری میکنی، باغبونی میکنی، بدون چقدر انرژی های مثبت به طرفته و چقدر کارماسوزی داره برات انجام میشه. یه حرف غافلگیر کننده از طرف یک جنس مخالف دارید. حالا این یا اسمش مذهبی امامیه یا تو اسمش حرف نه هست، ولی این حرف انگار که بهت بگم قلبت حری برز پایین از خوشحالی، از شدت شادی و خوشحالی. 5 خوشگلی که اینجا داریم و این 5 بازه. میگه روی 5 زمان نزدیک در بسته زندگیت برات باز میشه. یک ابهامی برای تو تموم خواهد شد. اگر از فرزند دوری به زودی ازش خبر خواهی داشت عزیزم. خرید میوه توی سبدت هست که میوه همیشه نماد یک رزقه. ایشالله یک رزق بیشتر، یک رزق حلال بخواد طرف زندگی شما بیاد. اگر متولد تابستونی تو 10 روز آینده با هیچ کسی وارد بحث نشو. ولی اگر پیشنهادی از یک متولد پاییز یا متولد بهار داشتید تو هر زمینه‌ای میتونه براتون عالی، خیر و روشن باشه. یعنی حتما روش بررسی و تحقیق داشته باش. انگار رفتی رو ترازو داری خودتو میکشی. از اینایی هستید که حالا خیلی شاید روی وزنتون خیلی بیش از حد حساسید، ولی میگه رژیم بیش از حدم نگیر، میتونه برات آسیب زننده باشه. ببین یه نفر داره انگار از دست تو فرار میکنه. حالا اگر مثلا موضوع قانونی دارید، دزدی بوده، هر چیزی، یا یه نفره که داره انگار از یک شرایط سخت تو زندگی شما فرار میکنه، ولی میگه زمانی که اون بره اول این سر و ته افتاده، یعنی راهش تاریکه، ولی یک نفر دیگه میاد جاشو میگیره که از این خیلی عالی تره. اگر چیزی رفته روی عدد 7 به امید خدا به شما بر میگرده. اسمهایی که با م شروع میشید، مینا، مبینا، محمد، مایکل، براتون 4 افتاده که 4 نماد ساختار، نماد خرید خونه، کامل شدن یک عهد و پیمان براتون میتونه باشه. آقایی که خیلی اخموه، آقایی که صورت گندمی، صورت روشنی داره، چشمای قهوه‌ای داره ولی خیلی عصبانیه این آقا، ولی انگار شما یه حرفی رو بهش میزنی آبی روی آتیش این کلن ریخته میشه و یه جورایی انگار که همون قدری که عصبانی اومده همون قدم مهربون بخواد ادامه بده با شما. سفر هوایی، چند تا سفر هوایی داره دیده میشه که امن و بی خطر هست. از طرف پدر، خانواده پدری، یک خیر، یک برکت به شما میرسه. اگر میخوای خونت رو از خانواده جدا بکنی، تنها زندگی بکنی، یکم زمان افتاده، انجام میشه ولی یک کوچولو زمان هست براتون. یک عین نام خبری رو برای شما میاره که یه مدتی ذهن درگیر میشه از شدت تعجب، یعنی نمیدونی راست داره میگه یا دروغ، ولی داره راستش رو به شما میگه. ببین داری یک پلنی میریزی برای آینده دورت هست، یک برنامه ریزی قشنگ، یک پلن قشنگ که برای آینده دوره. ببین مسیرت مستقیم اتفاقا. اون چیزی که برای آینده دور همین الان روش نیت کردی بهش خواهی رسید. حتی ممکنه تا آخر امسال باشه، یعنی یک سالی که داره تموم میشه که چیزش هم 6 ماهش مونده، حالا شمسی میلادی کمتر. میگه تموم میشه این چرخه برای تو، به اون خواسته قلبیت خواهی رسید. حرفی رو داری به 2 نفر میگی ولی یکی از این دوتا ممکنه اون حرف رو پخش بکنه. حواست باشه به این موضوع. خانومی که ابروهای خیلی پری داره، حالا ابروهایی که هاشور زده، میکرو کرده، ولی خیلی ابروهای پر و پهنی رو داره، این یه مقدار باعث استرس میشه توی زندگی شما ولی کاملا موقت هست.
بنام‌ها براتون ترازو افتاده، یا کار قانونی داری انجام میشه یا یک عدالت که تو زندگی منتظرش هستی برای شما اجرا خواهد شد. گرفتن یک سوغاتی، هدیه، رهاورد براتون هستش که توش خیر و برکت دیده میشه. یک نفر توی خانواده این روزها نیاز به مراقبت بیشتری از طرف شما داره. و اینجا ما یک فانوس شیشه‌ای رو داریم، یه فانوسی که انگار توی مه هست ولی شعله‌هاش کاملا مشخصه. یعنی چی؟ یعنی داری میای توی یک دوره از زندگی که مجبور نیستی دیگه همش با حدس زدن و نگرانی بخوای جلو بری. انگار که این شعله خیلی چیزها رو برای تو آروم آروم روشن میکنه، مثل تصمیمات، مثل افکارت، و اینکه بدونی کدوم راه رو باید با شتاب بیشتری جلو بری. و اینجا هم که یک پرنده زیبا برات داره دیده میشه که انگار بالهای نقره‌ای داره. این پرنده خبری هست از جنس آرزو، خبری هست از جنس شادی، نتیجه یک کار هست برای شما به خیر و شادی، به امید خدا. و اینکه میگه همیشه اون حقیقت احساست رو باور کن و طبق همون حقیقت رو به جلو برو. یک چند تا صفرم براتون اینجا داره دیده میشه دوستان. این هم از انرژی های امشب عزیزای دلم. این ریدینگ هست که با میخک انجام میشه و میخک به شدت گرم کننده چاکراها هست دوستان، به خصوص چاکراهای بالایی رو به شدت گرم میکنه و امیدوارم اون موج گرم، اون حس خوب رو بتونید از این انرژی های پاک امشب دریافت بکنید همتون. امیدوارم که از این ریدینگ لذت برده باشید دوستان من. هر انرژی خانی که دوست دارید انجام بشه برام بنویسید توی کامنت ها، حتما براتون یکی یکی انجام خواهم داد. خیلی خیلی دوستتون دارم، ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم هر لحظه عشق و نور تو زندگی همتون جاری باشه. تا دیدار بعد در پناه خداوند بزرگ باشید.